خودتون زیر چشم خودتون قرار بدین، چون راه خوب و راه بد آشکاره. و هدیناه و نجدن گفتن دو تا چیز بلند کاملا مثل شتر روی نردبون میمونه. کار خوب کاملا معلومه، چیزی نیست که آدم مثلا بگه این کار خوبه. بله که خوبه، اون کارم بده، معلومه که بده. بله دروغ مثلا آدم نباید بگه دیگه، کسی رو نباید آدم برنجونه، این بدیهیه که خوبه. چه چیزی هست که شما شک دارین که آیا ما نمیدونیم اینا خوبه؟ اون روزی که ما رو صدا کردن گفتن که الستو بربکم، خداوند خودش رو به ربانیت و به ربوبیت عرضه کرد و این ربوبیت رو ما دیدیم که آره اینه که پروردگار ماست. زیبایی پروردگار ماست، زشتی پروردگار ما نیست. راست پروردگار ماست، دروغ پروردگار ما نیست. هیچ جامعه‌ای با دروغ پرورش پیدا نمیکنه، با راست پرورش پیدا میکنه.